ارباب یکی را کشت و زندانی شد. قاضی حکم برآورد که از او قصاص گرفته شود، یعنی کشته شود. غلام ارباب نقب از بیرون زندان تا به داخل آن کند و نیمه شب ارباب را فرار داد. اندکی از شهر بیرون شدند، غلام گفت: ارباب، تصور کن که اگر من نمی بودم الان تو را در زندان برای نوشتن وصیت نامه آماده می کردند. ارباب گفت: سپاسگزارم، جبران خواهم کرد. نزدیک طلوع آفتاب بود و غلام گفت: ارباب، تصور کن که اگر من نمی بودم حالا به خانواده‌ات ودا داشتی. ارباب گفت: سپاسگزارم، جبران میکنم. اندکی راه رفتند. همین که غلام میخواست چیزی بگوید، ارباب گفت: تو برای خود برو و من برگشت خود را تسلیم میکنم. من اگر اعدام شوم یک بار میمیرم، ولی اگر زنده مانم با منتی که تو خواهی کرد هر روز پیش چشم تو هزاران بار کشته و زنده خواهم شد. ارباب برگشت و تسلیم مرگ شد.